شیرینی فقط با 3 قلم، آخه مگه میشه؟ به خدا که راحت تر از این شیرینی دیگه نداریم. ما نیاز داریم به آرد سفید قنادی، پودر قند و روغن جامد. خب حالا موادتون رو با هم دیگه مخلوط کنید. پودر قند و آرد رو حتما الک. من برای طعم بهترش بهش مقداری پودر هل اضافه کردم. اونا رو اول با لیستک مخلوط کنید، بعد با نوک انگشتتون ورز بدید تا منسجم بشه. بعد اونو توی کیسه فریزر پهن کنید. با استفاده از بردنه بهتره. اونو پهنش کنید، نه کف دستتون. خمیرش بسیار لطیف و نرم هستش و نیازی نداره که زیاد ورز بخوره. پس اونو قالب میزنید توی سینی فرتون. حالا نیازم نیست حتی کاغذ روغنی بندازین، فقط کافیه بعد از اینکه از توی فر به مدت 10 تا 15 دقیقه مون در آوردین بذارین حتما خنک بشه. زودی اونو نخواین جدا کنین از قالب که خیلی داغه. راستش اولین بار که درست کردم دست خودم سوزوندم. من با استفاده از شکلات، ترافل و زعفرون اونو تزیین کردم.